خب دوستان، سلام به اولین ویدیوی من در کامیونیتی کالاف در یوتیوب خوش اومدید. دوستان، من هدفم از ساخت اکانت یوتیوب درباره کالاف این بود که برای شما یک محیط فانی درست کنم. همونطور اگه به اسم من در اکانت من دقت کرده باشید، من کالاف فان هستم، یک گیمری که میخوام از اول تا آخر با بیننده ها و سابسکرایبرام جلو برم. دوستان، من شاید پیسی خاصی نداشته باشم، شاید دیوایس قوی نداشته باشم. الان دیوایسی که دارم A15 هستش. شاید بازی من به میل شما نباشه، ولی دوستان من تلاشم میکنم، چون همونجوری که گفتم من در کنار سابسکرایبرام و همچنین منتقدام یا کسایی که از من تعریف میکنن بازیمو در واقع قدرت میدم. اما قضیه از چطوریه دوستان؟ این اولین ویدیوهای من هستش و در واقع میخوام در کنار شما یک محیط بسیار فان و همچنین جذاب بسازم. حالا دوستان، شاید الان از خودتون بپرسید که من چرا شاتای مثلا جالب نمیزنم، چرا بتل رویال بازی نمی کنم، چرا اونجوری که شما میخواید عمل نمی کنم. دوستان، همونطوری که من گفتم ما از اول در حال شروع کردن هستیم و میخوایم در واقع یک پل ارتباطی بین سابسکرایبرام و خودم بسازیم که دوستان هر انتقادی و در واقع هر مشکل و یا به نفع‌گیری، مثلا به نفع‌گیری منظورم که مثلا اگه از مثلا کلی که گرفتم خوشتون اومد، مثلا توی کامنت ها بهم بگید. هر انتقادی که داشتید، مثلا بگید آقا مثلا تو کلات بد بوده، من خوشم نیومده، همه اینا رو شما میگید و من در واقع روی بازیم کار میکنم. دوستان، الان شاید با فکر خودتون بگید که مثلا من چرا گوست اپیک دارم، چرا گان لژند ندارم، چرا گان اپیک مثلا اونقدر خفن ندارم. دوستان ببینید، من در واقع سر یک قضیه، سر اکانت گوگلم، در واقع اکانت کالافم متاسفانه از دست دادم. اکانت کالافم در واقع همین لژندی که میبینید و من داخلش لژند بودم، یعنی حدودا من رسیده بودم به 225 نفر توی دنیا توی لیدربورد موتی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که اون اکانت پرید، من در واقع اومدم یک اکانت جدید زدم که بتونم در کنار شما باشم. اما دوستان نگران نباشید، چون من تونستم اگه بشه یک اکانت درست و مثلا گان لژندار و یا اونطوری که شما ها دوست دارید رو در واقع ارائه بدم. دوستان، یکی دیگه از توضیحاتی که من دارم اینه که دوستان ما بعضی از روزا لایو استریم های طولانی داریم. ای بابا این مشکل پیدا کرد براش. اوکی، مهم نیست. ما بعضی از روزا لایو استریم های طولانی داریم و بعضی از روزا لایو استریم نداریم. اما منظورم از لایو استریم کوتاه یا بلند چیه؟ مثلا ما بعضی از روزا میایم یک استریم میگیریم که ممکنه 1 ساعت باشه، بعضی از روزا ما میایم 3 ساعت برای یک ویدیو، یا من ببخشید عذرخواهی میکنم، برای یک لایو استریم در واقع کالاف بازی میکنیم و در کنار هم خوش میگذرونیم توی چت، توی قسمت های مختلف بازی و همچنین که این پلی من که شما اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید بهم بگید. خب دوستان، اینم از توضیحات کانال من. دوستان، در واقع این اولین لانگ ویدیوی من در کامیونیتی یوتیوب کالاف هستش که همونطوری که از اسم روی اکانتم هستش کالاف فانه. ما میخوایم یک فضای فانی برای شما بسازیم تا بتونید هم خود من کنار سابسکرایبرام لذت ببرم و همچنین شما از ویدیوهای من لذت ببرید. شاید دوستان من نتونم کیلای خوبی بهتون ارائه بدم، اما همونجوری که گفتم با هم پیش در واقع جلو میریم و یک روزی میتونیم حتی لیدر بورد بشیم. دوستان هیچ چیزی دور از دسترس نیست. به نظر من اگه بتونیم کاملا تلاش کنیم میتونیم به آرزوها و هدفهایی که داریم برسیم. خب دوستان، این در واقع من الان گرم مستر هستم، فکر میکنم 5300. در واقع من شاید فکر کنید که چرا مثلا بات زیاد افتاده. دوستان نگران نباشید، این چون
در واقع اولین لانگ ویدیو من هستش. به خاطر همین بعضی از اسمش چیه، بعضی از گیم پلیام دوستان انمی درش هست. میدونید که منظورم چیه. مثلا من بعضی وقتا میبازم و انمی هست، بات هستش. بعضی وقتا که میبرم انمی هستش. دوستان ما همه نوع ویدیو داریم، از کیل های زیبا تا یک گیم پلی بسیار معمولی. دوستان این یک ویدیو لانگ ویدیو بود تا من بهتون توضیح بدم که من برای آینده چه کارهایی میتونم برای شما عزیزان انجام بدم. دوستان تا ویدیو بعدی بدرود، خدا نگهدار.